خب با سلام، با آموزش صرافی مکسی در خدمت شما هستیم. میریم برای ثبت نام. اینجا مکسی رو جستجو میکنید، بعد این خود صرافی مکسی وارد میشین، گزینه ساینگ اپ رو میزنید و حالا یه چیزی هم که قبل ثبت نام میخوام بهتون بگم. ببینید من خودم به شخصه با صرافی مکسی کار میکنم. حالا بهترین صرافی که من حالا نشستم تحقیق کردم، بهترین صرافی اینه در حال حاضر توی ایران که میشه باش کار کرد. و برای بحث صرافی دیگه هم اگه خواستین کار کنین، صرافی کوینکس هم صرافی خوبی، آموزش اونم میذارم. حالا به غیر صرافی ایرانی، صرافی ایرانی هم حالا اونم آموزششو میذاریم. حالا اینجا شماره وارد میکنیم. برای پسورد نگاه کنید، یه حروف انگلیسی بزرگ، یه حروف کوچیک، اعدادم باید استفاده بشه. حالا یه کاراکتر $، این چیزا هم باید استفاده بشه و تعداد کاراکترها باید بین 10 تا 128 تا بشه. حالا ما اینجا یه رمز رندوم میذاریم چون قرار نیست من فقط صرفا دارم آموزشه. اوکی شدیم. بعد گزینه تایید قوانینش هم میزنیم و در آخر هم سانیا. این هم نگاه کنید از بالا سمت چپ به ترتیب این قسمت به ترتیب میزنید برای همین تشخیص رباتشه. گزینه اوکی هم میزنید. خب اینجا یه کد برای شماره ارسال میشه. خب نگاه کنید الان ثبت نام ما کامل شد تو سایت. همین رمز و پسوردی که حالا شماره تلفن با رمز و پسورد این داخل خود نرم افزار رو وارد می‌کنی. بعد برای آموزش صرافی مکسی که برای فیوچرز و اثبات اینا رو توی قسمت بعدی براتون میذارم. بعدش میریم سراغ صرافی کوینکس.